منطقه خوشاب و هوایی ورزاب در وضعیت کنونی برای مشق‌های ورزشی رشته‌های گوناگون موافق میباشد. به همین خاطر در یکی از گوشه‌های زیبایی این منطقه مشق‌های دست جمعی جودوچیان نورس و جوان که قرار است شرف تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی حمایت کنند چند روز است جریان دارد. تمرین‌های ورزشگران از دویدن در فضای زیبای طبیعت آغاز گردیده جودوکاران خود را به مشق‌های جسمانی آماده می‌کنند. شهرعلی بازارов استاد ورزشی درجه بین‌المللی این ورزشگران را در مشق‌های دست جمعی مربیگری می‌کند و با گفته او هدف اساسی آنها در حالت آماده باش قرار دادن ورزشگران و معرفی ارزنده کشور در مسابقه‌های بین‌المللی میباشد. در ماه سپتامبر مسابقه‌های ایدم برگزار می‌گردد که ما باید زودوچیان تیم منتخب جوانان جمهوری تاجیکستان را برای این مسابقات آماده کنیم. در این تمرین ورزشگران تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اشتراک دارند و با ورزشگران شورای دینامو هم در این تمرین دست جمعی اشتراک دارند که از این ورزشگران میتوانند در مسابقات ایدم اشتراک برآمد کنند و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند. ابوبکر اکوبیروف که از شورای جمهوریوی دینامو است تاکنون در چندین مسابقه‌های جمهوریوی غالب گردیده همچنین صاحب نشانهای نقره مسابقه‌های سطح بین‌المللی نیز هست. او هنر و مهارت خود را در رشته‌های گوناگون از جمله گشتن ملی، کورش، گشتن طرزی آزاد و همچنین سامبو صیقل داده است، اما با گفته خودش مشغولیت دوست داشته‌اش رشته جودو میباشد و میخواهد نتیجه‌اش را در همین رشته باز هم بهتر نماید و با دست پر از مسابقه‌های در پیش بوده به وطن برگردد. من ورزشگر شورای جمهوری دینامو از زمان گشتین زودو ما حالا در تمرین‌های دست جمعانه اشتراک کرده ایستادیم. در اینجا خیلی باد و هوای زیبا است و با ما شرایط‌های خوب مهیا کردند و ما تیاری جدی دیده ایستادیم در مسابقه ایدم باید اشتراک کنیم و با سر بلند پرچم تاجیکستان خود را بلند برداریم و سر بلند با وطن برگردیم. فرخ هم از جمله آن ورزشگران است که در هیئت منتخب جودوی کشور در وزن خودش هم در داخل و هم در بیرون از کشور جایزه دار شده است و 10 سال می شود که به این رشته مشغول می باشد. آینده که در شهر قزان مسابقه بین اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می‌گردد، نیت دارم که در وزن تا 66 کیلوگرم در آنجا قوا آزمایی نموده شأن و شرف جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند بردارم. راست اینقدر مشق و تمرین ها اینقدر عذاب که این حال در ما است، میخوام که البته همون مدال طلایی که هست سزاوار گردم. پس از انجام مشق‌های دست جمعی جودو و آمادگی‌های جسمانی ورزشگران اشتراکچی لحظه‌های فراغت خود را با شنا در حوض شناوری سپری می‌کنند و خستگی پس از مشق را برطرف می‌سازند، زیرا آب منبع بسیار هم نشاط بخش می‌باشد. و نهایتاً همه اعضای اشتراکچی در مشق‌های دست جمعی سر یک دسترخوان جمع آمده کالری‌های مصرف شده را دوباره برقرار می‌کنند، زیرا خوراک نصف روزی ورزشگران شامل خوراک‌های ملی بوده با آن انواع میوه‌ها افزوده شده است. منطقه خوشاب و هوا جوانان پر از نیرو، خوراک طبیعی و میوه‌های فایده آور و تمرین‌های جدی و پیگیرانه ما را امیدوار به نتیجه‌های بلند می‌کند.